که اشرف انبیا و اشرف اولوالعزم و کاملترین انسان هاست، از پیروان و امتش و مقتدیانش باشیم. این بزرگترین نعمتی است که با توفیق خداوند و لطف و عنایت ویژه خاص خداوند نصیب ما و شما شده و نصیب امت اسلامی شده. هرچی نعمت بزرگتر، شکر هم به مراتب به تناسب نعمت باید بزرگ و بزرگتر باشد. هرچی شکر کاملتر، برکت و رشد و توسعه و تعالی و ترقی و توانمندی و سعادت و خوشبختی و مسئولیت و خاتمه به خیری کاملتر و بیشتر. لئن شکرتم لازیدنکم. آیا واقعا قدرشناس و شکرگزار این نعمت مهدای خداوندی به خودمون هستیم؟ مسئولیت ما و شما نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم و دین خدا با یک بار صلوات با صدای بلند تمام نخواهد شد. هرچند که صلوات فرستادن تأکید برش شده و خداوند در قرآن اعلام کرده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته، همه رو هماهنگ کرده، یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اجماع صلوات. اما این خلاصه مسئولیت نیست یا منتهای مسئولیت نیست و منتهای ادای دین نیست که ما فکر کنیم با یک صلواتی که خودمون میگیم غرای محمدی پسند کل مسئولیت هامون رو فراموش بکنیم و بگیم همین کافی است. خداوند در قرآن می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر در محبتتون و دوستیتون واقعا صادق بودید، پس پیروی بکنید، اتباع بکنید، تسلیم بشید، تسلیم امر خدا و رسول خدا. خداوندم در قرآن در هیچ آیه‌ای درباره اتحادو صحبت نکرده، بلکه گفته واعتصموا بحبل الله جمیعا، به ریسمان خداوندی چنگ بزنید. فاصله نگیرید از حبل الله، اون سبب نجاته. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، مادرش
قاصدی رو فرستاد پیش جدش عبدالمطلب، بشارت به جدش داد. عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب ترین فرزندان عبدالمطلب بود و عزیزترین بود. عبدالله نام پدرش هم بر مبنای توحید و یکتاپرستی است. آمنه هم از امان. گفت نوزاد پسری برای تو به دنیا آمده، اسم براش انتخاب کن. خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. در جزیره العرب، در عرب اسم محمد مرسوم نبود، خیلی نادر بود. اما عبدالمطلب گفت اسم این نوه‌مو میگذارم محمد صلی الله علیه وسلم. ازش پرسیدن چرا محمد؟ چرا به نام یکی از پدرانت، آبا و اجدادت؟ چرا محمدی که مرسوم نیست در جزیره العرب؟ جواب داد در کمال متانت و آرامش، مثل این که جواب و این اسم براش الهام شده بود از جانب رب العزت و الجلال. گفت میخواهم که مردم دنیا و جهان این نوه منو بستایند، ستوده بشه بین بشریت. و محمد یعنی ستوده شده، آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. عجب اطمینانی داشت، عجب آرامشی داشت. گفت محمد، این نوه من محمد. اعتراض کردند تو آبا و اجدادش مرسوم نیست. گفت میخواهم این پسر من مورد ستایش بشریت قرار بگیرد. نگاهمون خودمونم به فرزندانمون و انتخاب اسم بر مسما همین نگاه باشد. با نیت و اعتقاد و باور تمام اسامی زیبا و پرمحتوا و پرمعنی که دارای پیام هست، هم برای خود فرزندان ما وقتی بزرگ میشن حس خوبی است و هم برای دیگران. نامهای خوبی را انتخاب بکنیم. این نامها هیچ موقع قدیمی نخواهد شد، همیشه تازگی دارد. میخواهم پسرم توسط جهانیان مورد ستایش قرار بگیرد. این جمله همین شخص است که میگه امیر القوم خادمهم. میخوای مردم شما را ستایش کنند، شما را به نیکی یاد کنند؟ تنها راهش خدمت هست، ترحم واقعی است، نوازش هست، مهربانی است، عفو و گذشت، خیرخواهی و دلسوزی است، دفع ضرر و جلب منفعت و مصلحت برای انسان هاست، تعامل نیکو و زیباست، حفظ کرامت انسانی انسانها با همه تفاوتها و رنگها و فوارقشون و ادیانشون هست.
همه انسان ها، کافر و مسلمانش، سیاه و سفیدش، عرب و عجمش، فقیر و تاجرش، بزرگ و کوچکش دارای کرامت هستند. هر کسی به کرامت انسانی انسان ها با همه تفاوت ها احترام قائل بشه و ارزش قائل بشه و نگاه مثبت و خوب داشته باشد، گوارای وجودش باشد، همه اون مردم مال خودشن. آیا ما دوست داریم که در جهت مثبت در جامعه تاثیرگذار باشیم؟ آیا این خواسته ما هست؟ گفتم بنیادی ترین عنصر یک جامعه انسان هست و اسلام به انسان ارزش والایی قائل شده و نشانه این ارزش و احترام معلم برای اونها و مربی فرستاده شده، انبیا فرستاده شده، کاملترین انسان ها و کاملترینش نصیب ما شده و از این سعادت بهره‌مند شدیم که کاملترین انبیا نصیب ما بشه. ما آخرین اولین هستیم. این گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم. ما آخرین اولین هستیم. تکامل پیدا کرده کمال انسانی، کمالات انسانی با مبعث پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس اسلام ارزش قائل شده، میخواد که انسان و شخصیت ببخشه و این شخصیت بخشی با آموزش و پرورش و تربیت اون هست. ما باید برای نعمت علم و معلم سپاسگزاری بکنیم، تشکر و قدردانی بکنیم به خاطر نعمت علم و معلم و مربی. علم قرآن، معلم و مربی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. این معلم آمد نوازششو با آموزش و تربیت و پرورش نسل انسانی به نمایش گذاشت. آمد نوازش کرد انسانها رو. اون وحش درونشون که افسار گسیخته بود با مهربانی و ایمان و تواضع و فروتنی و بندگی خدا آمد کنترل کرد. در درون هر کدوم از ما انسان‌ها وحشی داره زندگی میکنه که اگر با ایمان و بندگی خدا و تواضع و علم و وقار و مهربانی و رحمت و شفقت کنترل نشود، اون وحش درون ما افسار گسیخته خواهد شد، درنده خواهد شد. بی رحم و بی وجدان خواهد شد. وحش درون جامعه جاهلیت قریش به جایی رسیده بود که دختران خودشون زنده به گور می‌کردن. همونطور که خاک میریختن رو سر دخترانشون، صدای بابا بابا از این موقع میشنیدن و خاک میریختن تا صدای بابا بابا خفه بشه با دست خودشون. چنین وحشی در درون انسان ها هست. افسار گسیخته میشه، قابل کنترل نمیشه. ما داریم جمال، داریم مقام، داریم مال، اینها همه طغیانگرند. داریم شهرت، مال و شهرت و مقام و جمال و اینها همه طغیانگرند. باید با کمال کنترل بشن. اگر کمال
کمال در کنار مقام، در کنار جمال، در کنار مال نباشد، اون کمالات انسانی که هدیه معلم بود در اصل هدیه رب العالمین که معلم و مربی است. کلمه رب در لغت عرب 4 معنی دارد. یکی از 4 معنیش به معنی المربی للشیء و المصلح له، به معنی مربی و پرورش دهنده و مصلح برای هر چیزی. ما در دعای بامداد و اذکار بامداد و شامگاه میگیم، 3 بار میگیم بعد از نماز صبح: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. راضی شدم، خوشنود شدم، خوشحال شدم که الله رب من باشه. تربیتی جز تربیت الله من نمیپذیرم. پرورشی، اصلاحی جز اصلاحی که الله و پرورشی که الله داشته باشه من نمیپذیرم. و بالاسلام دینا، تربیتی غیر از اسلام و مکتب اسلام من نمیپذیرم، راضی بهش نمیشم، منو قانع نمیکنه، منو اشباع نمیکنه. من تو رو میخوام، تربیت تو رو میخوام، توسط مربی که تو فرستادی. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تربیت تو جذابه، عالیه، کل وجود ما رو در بر گرفته. فاصله نگیریم وگرنه وحش درونمون افسار گسیخته خواهد شد.